مر بیاورد تو مات ها کجیره کجیره مرغدوز بیا بیا تو ما چی میگه هیچی نمیگه خوشو چی نهی بیا چی نهی نه خوشو ما مثل که همقدر تو مدرتونم چرا میزنه ای خواه برنده تو چرا میزنی چه کارتونه خوشو بلدی تو خوشو تو باشه خوشی خدمت سلام خاله جان خوشو عزیز علیکم خوب بیشترین خوشو دفتر عزیز خودی خوشو بکن نامرم میگی تو چی کردی این با جمع خوشو منه چی فرق میکنه لکوکوی داغ به جمع خوشو منه با جمع خوشو دونه حالا ما و تو با جناب باشیم با جمع نموه که باشیم خوشو عزیزتنه شکر زنده باشین خوشو عزیز خاله جان شما سعی کنیم برای خوبه گردم شما سعی کنیم برای خوبه گردم ما با شما چی میگم برار خوبه گردم تو گپ زدن خورم حالا نمیفهمی تو من خوشو از اینو تو میگی برار خوبه گردم سعی کنیم خاله جان همین دومات شما حیف شما حیف همی که دختر شما رو بستونده سعی کنیم خاله جان برای خوبه گردم همین دومات شما ما کار نداره که از این پیشکش استوندم یا نستوندم قیافی رو نمیخوره پیشکش آلی اول و آخر گپ بخون چی بایی چرا بیامدی متحدی کنال بگم تو نشد بلد دو بخوشی تو یه قناقه بکشه خوشی و تنبکو میکشه بیامدی تو دیدونی شما تیسته حالا گردانه و بعد باشه شما نفتی که گوتک میای خوشی ما میای گوتک شکم دو قربی لوش خربیده سیر میای گوتک میای به سره و شیپره مایه و تنبکو مایه بقیش ببرده سینین شاد میشه من میرم حالا به علاف میرم مرگیلت با خوشی عجیب المر بدیدیم هیچی تو به می داری به تنبکوی که برو بعد برو تو به می داری به تنبکو که دومات بستونی تو به هر جا غیخ کشیدی های دیگه خاله جان شما نفسیکه دروغ بگه خوشو دروغ بگه یه آدم کلون نیست دروغ بگه خاله جان گوش کشید چوب کنی شما یک دقیقه تو چوب کن خاله جان همین کجیر میگه که خوشی ما گوشنگی موشا خونه ندومرو میره بیا آمده به خونه ما شیرپره ما یا تنبکو 360 قرض داره های دوما ما رو بریم یک پتو علافی بیارم به گوساله خوب به گوسفند خوب بیاری پولا که به خدا تو خواهش زمین میکنه با من از اینی میبینیم هیچی روی عقبی با گیل خیلی جوینی خونمی خیل تو خوشی تو نبینی تو چی میگی نمیفهمی خیل تو خوشی تو نبینه تو نبینی خواهد برنده تو من پس میرم به خونه خود دیگه نمیام که تو پیش هر کس غیخ کشیدی خوب نیه دیگه تو گفتی خیلی بچم چیه بیا خوشی جو نه دیگه فایده نداره من میرم به خونه خود دیگه با من زنگم نزنی گیل خیلی جوینی خونمی دیگه نه خوشو دیگه به درد نمیخوره چوب کن دیگه بسته تو کجایی نورالله؟ بابا تو کجایی؟ برات یک دفعه از زمین ها خبر گرفتم سعی کردم که اون امرو نوبت کینه نوبت ما که باید بریم خیر او بگیریم زمین ها اون دیگه چیکار کنم بابا شما که با قصه زمین نمیشیم یا با خونه خویم یا با سر کوچه اختلاط میکنیم من مجبورم دیگه گفتم من غم این زمین ها رو که ما بخورم هر روز همین گندما لط شده شما از این زمین ها خبر بگیریم نه همین کار ما جمع کردم به خونه آوردم کارگر گرفتم شما خبر بگیریم نه خیر بینی حالا کم بگین تو به کجا یعنی برم روی صفتون کارا رو خب دیگه وقتی خود شما نگاه به سر زمین اون کار میکنم دیگه از من چی میپرسین که با کجا بیا از اعصاب ما خرابه اعصاب من بیشتر خرابه گپ پوست نزن با به خاطر چی بابا مادر خود شما جنگ کرد از دست دادتون هم یک سره میگم من رو دارم برم خونه من خب دیونش هر چند که بگی لک دیون زنگ میزنم میگه باشه میگی برو هم داده خورده برو بخونه نو برو بعد بابا ما اشتباه برم خواهر خوب در کنین بگم من خواهر خوب برداشتم بیاوردم این کار خوب یاد نداره آخر عباس زنگ داده که دیگه با من زنگ نزن من کار ندارم گیلک هم هر چه زنگ میگوشی خوبه رو میداره من روز اول بابا با شما گفتم خودی می آدم خیشی نکنه آدم خوب معلوم نمیشه این تخت کمیه شما برداشتین به ما گفتین چرا به خاطر که ما خواهرتون عروس کنم تو بخیلی میکنی آنی هم آخری خب چی خبر چی از این پناه من چی خبر که همین حالت رو دیگه به سر کار نمیشته کنم بابا خودم برو به در خونه خود پیش بیار یا پیش خود گیلدک برو پیش برو بگم من خود داده خو بردم میگین رو اول نون دادن نمیتونم بابا بابا اگه 40-45 میشه من ببین خونه مونه دیگه بابا ها یک سر من دیگه کار ندارم بابا خود یه جوی برای من نمیشه بابا دیگه ما اصلا نمیرم من رو کم نمیرم پیش کشایو خود شما میبریم نمیبریم من نمیرم ما برم ما اینا نورالله من کار دارم بابا فرصت ندارم که برم یک دفعه
ای بچه تو زحمت کشور کلون کو به بر رسون انالیسا گفتن اچی جواب برای میگم برو خوار خورده برو بخونی شوی و برو کسی میگم چی میگم من نمیتونم کجا بود عباس؟ کجا بودم؟ به سر صحرا بی بر بله حالا شدی استگیلک مستوچه چیزی بکن ها؟ استگیلک تو خوبه گردم و کلی بگپ میزنم شرط برف ما بکن ها گیلک بوی علی فرق پین کو برو به سرا خسور خو امی زن خوبر دار بیار به سرا برار مردی تو برار منی بگپ من گوش میکشی من نمیبرم من نمیرم اون نمیارم یا بزن چرا تو بگپ نمیفهمی بیا بزن وقتی خوشی به هردم میای برات دختر خو میای گفتم چل پینجا رو دو مبخت نکرد گفت کنم خواهی تو به جنگو راست میگم از من کلونتر گیلک تو عقل نداری تو هم کشمیس یا دوم بیداره میگه دختر مل بیاد هم میگه پس که بوشکلی دختر مل بیاد شطور دوزی و پشت خم میشه دختر مل بیاد تو افیش خود خو میای میگه که حالا چطور بشی کنمه نجه دیگه من تو گفتم برو زن خوبر تا بیار بعده کی خودت زن مخونه زده؟ رخت داری لباس داری برو زن خوبر تا بیار کی زنگ زده کی زنگ زده؟ خسر من ها بگذار که خسر من خودی زن خو سر خوشی سر دختر شه ببینه دختر خو چرا به زخمان نمک پاش میدی تو های تو چل به گرد نمیفهمی برو تو خودی تا برو حیف من که خودت تو لف کنه گپ میزنم حیف لفظ بابا من میگی پس که بسختی میگه دختر من بیا نه به سرای که میگه برو زن خوبر تا بیا چرا خسر زنگ داده گردن ما بند بشه تا آردای اینا خلاص نشه گندمای اینا خلاص نشه بعد اینجا صدری اینا خلاص نشه اگه لنگ به دختری بیاره خب تو به سرا بیا بکنم من بسیار کنه رخت بوشو لباس بوشونی با خدا برانه میگم جو خودم تو بود بزنم من خود مرخت آخر میشیرم بگذار که خوشیم ببینه خوب دختر خود ببینه آره بود چیزا کلومرتا یا چیزا تو خسرو خود نمیشناسی بشناسم و نشناسم تو تا 10 سال دیگه بعد نوزاد خونه لگه دیگه همون نوزاد خود تو بسیار چی مستی بگو خب پچه تو میگی که زنگ داره های چرا با تو میگی من نمیگذاری خب برو میگو زن خوبر دار نمیارم بیا یک تو بیا با بعد میگم برو زن خوب بیار خوب همون خسرو تو زنگ میزنه میگه که چه نوزاد خونه برو چه کار فلانه تو صبر کن به کی زنگ میزنی؟ الو سلام علیکم من نباشیم کاکا خوشل خیریت جانجرک تیار هستیم زاد ولد شما خوبم نفته کنه ویری شما شکر فضل خدا دم غنیبت بگو دیگه زنگ نزنیم امیر کاکا خسور اصلا خسور داریم مزاق بزو بر خودی شما شوخی دارم یا ندارم بفهمیدیم شما چرا به می عباس برار من زنگ دادی که بیای دختر من ببره باشه چه روز همه تو جمع کنی که پوسکی شما بالا بیایه هر وقت نونا شما خلاص شد گندما شما بابا جان ادب زن شما زنگ میزنه که دختر من ورده بیار موریات کردم چون میمون کی آمده یاد هر روزی که من زن خوبی آوردم به سرا شما 500 دیگه کارت گوش دکتر میخواد که چه زن دیگه گیلا که بیا زن خوبه داره هر روزی که زن خوبی آوردیم به سرا شما کی زن خود نبگم بیاوردم تو نمیزاد خوب بردید چرا تو نمیفهمی تو ما میگم هر روزی که نمزاد خود بیاوردید چی بگم بده که من گپ زنم الو اون روزشته نه خوب بخیر خوشحال برار ما بگم ما نوروزه خوشحال برار ما بگوشتنی زنده باشی سلامت باشی بگم با من رسه کنی شما روزی که دختر شما نمیاد گیلا خودی جنجال میکردین جنگ میکردین دو میدادین گیلا که چه دختر من نمیاری حالا که دختر شما بیارده به سرا از روزی که نمزاد گیلک بیارده به سرا شما 500 به کار تبوستون کنه از اینکه زنگ میزن گیلک که بیا نمزاد خبر داره چه نمیبوره باش همونجا گاخی با ما زنگ نزنه با ما رفتم نداره دومات خود زنگ زنه با من میگم مردم با ما میخندم با قبرستان که میخندم حالا که نگه همون زنگ نزنه هر گفت بدون خودم گیلک داره به گیلک زنگ میزنه خداحافظ بگی الو عقل کمال بودی نداره قطع کرد عقل کمال بودی نداریم شما قطع کرد دوشی قطع کرد دیگه من از ننه به خاطر ننه به تو گفتم که ننه خودی من جنجاگه که تارتو خور نمزاد خور داره بیاره برو گوار میخینا نواز کو که میشه بترقم برو کونه از من بیشتر خرج دارم بده گوار نواز کنی میخیر که میترقه
همه بود میرسه. یه ما زنگیلک. نه لالا. چی بگی لکم بگفتم. اما تا گوشم اول که چی بگم یک کلمه زدم میگفتم میذارم تا گوشم یک کلمه دیگه میگفتم میذارم زیر گوش کن. هر چی میگفتم که برو خسور تو مورد اسپری که زنگ میزنه. و باشه نمایم یا تو گندمان خلاص نشده تو اونای خلاص نشده. من ور نمیدم اون نمیدم. برو بگو بیا از اوی که تو کاری نمیکنی که به درد تو بخوره. برو مثلا خوبت بیاره که حداقل اینجا فعل مزدوری داریم یک پیاله چای یک لقمه نون به بار کنه تیار کنه که نه لا اینون به شما میفهمید که میت برای داریم حیف زن شعر زن میداده ما گفتیم این سر به خونه اوشه سر رالی چی بگم که به قدرستانش بگم گناه داره برار منه بزوی گفتم که تو دست برا پا براشی سر تو به خونه تو شهر تو زن میدم خبر ندارم که خدا خمایی که زن بره به خونه خسور از این بندانه میگه برین زنگی لک بیارین چر نمیارین چر پنج 45 شو میشون دیگه چر نمیارین چه کار کنون شما چه کار میکنین شما چه کار کنین چی کار کنین سیم ساخت کنن ما کو براد نمیریم لالا دیگه همشون براد نمیریم براد نرو به خود بگو اون دیدی بگو برو زن خود بیاره همون میکنم